سلام رفقا، چطورید؟ من اسلام تیریچم هستم. خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. آقا یه چالش 2 نفره آوردم، یه چالنجی که معمولا زوجین انجام میدن، یه چالش تیک تاکی. ما تیک تاک رو ول نمی کنیم، ما چالش های تیک تاک رو ول نمی کنیم. یادتون باشه. پس این چالش 2 نفره بریم انجام بدیم. نه انجام ندیم، بریم. البته هم انجام بدیم، من که مشکلی ندارم انجام بدیم. بریم با هم دیگه ببینیم این چالش رو. ولی یادتون نره که مثل همیشه لایک رو بزن، کامنت رو بذار، اگر ساب نداری سابم بکن، اون زنگولم فعالش کن. مرسی از لطفتون. بریم با هم دیگه ویدیو رو ببینیم. بریم. خب یا خدا، میتونه بله میتونه این شرکت کننده. تا اینجا که خوب بود. یا خدا اوه، بیچاره نکنی. قیافه پسر فقط نگاه کن چی رو نگاه میکنه. یا خدا نکن. ببین بیخیال، بعدم با هم صحبت میکنی. آی ریاکشنش باحاله. مرد بمیری تو. آخه این چه چالش مسخره ایه انجام میدین؟ میگم تو اون حالت یه نفر بگوزه مثلا خیلی اوه. چی شد؟ یا خدا. اوه شت، داغون شد. بگیر بچه رو. چه کمردردی بگیری شما. یا خدا نه، کوچولو موچولو بود، راحت اومد بالا. قبول دارین؟ مگه میشه قبول نداشته باشی؟ این چه وزشه؟ یو، این خیلی سنگینه. از الان پیش بینی میکنم قفل میشه. نه میره این بازیکن. بله میره این بازیکن. یو نه، راحت میاد بالا این بازیکن. این بازیکن فرزه. بله بلد کاره. یو اوه. بیبی رفت واسه خودش. بیبی دارن تو جیم اینا رو انجام میدن، رفتن جیم تمرین کنن. نمیتونی انجام نده عزیزم، خیلی سنگینی. یا خدا اخ بابا جلوی بچه اون نشسته. یا خدا دیگه تو کلاس درس هر جا که موقعیت پیش بیاد صندلی پیدا کنن میرن. آفتاب بالانس، مهتاب بالانس. برو. یا خدا از ذوق داشت میمرد. یا بی تربیت. اوه یه شوخیت گرفته؟ نکن این کارو، نکن. با پاشو له شد اون بدبخت.
ویدیو بعدی. با پا رفته بود تو صورتش. چی شد؟ ها چی شد؟ ریدی. یا خدا. همینجا بگوزه چی میشه. همینجا بگوزه چی میشه. برو 1 2 3 برو. اوه اینجوری میشه معمولا بوکس و باد میکنن واسه راه گیر میکنن. بعد از اول خوب انجام بدی که بتونی خوب بیای بالا. انجام نده پسر. اوه شما پسر رو سنگینید انجام نده. تفلک اون دختره. نکن ریدی بیا. ریدی دیگه اینا. بچه اگر چنین چالشی رو من با کی انجام بدم؟ بلش کن. قول میدم یه روز این چالش رو انجام بدم و حتما پستش میکنم. حتما بهتون میگم من این چالش رو انجام دادم و بدون نقصم انجام دادم. اینا بوکس و باد کرد. خب ریدی دیگه ریدی. نکن از این پسر یاد بگیر. نکن چه خوشگل بالا بلده کارا. نه بنده خدا کسی نداره باش چالش انجام بده. آره دی کسی نداره. نه اومد کسیش اومد مثل اینکه کسیش برگشت. و بابا نکن تخت نمیشه. اون تخت اون زیر نداره نمیشه. صندلی یه خورده ارتفاعش بالاتره. بفهمین اینا رو. نفهم نمیشه دوست عزیز نمیشه. نکن که نمیشه. بابا نکن مچاله شدی اون زیر. چی رو میخوای ثابت کنی؟ نکن صندلی نکن چه قشنگ میاد بالا. بیبی شد دو 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 بیبی شد. بیا بالا دیگه حالا. بیا بالا. اوه 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 اوه. پسرا انصافا حال میکنی پسرا چه قشنگ میان بالا. حال کردی پسرا چه قشنگ این چالشو انجام میدن. واقعا اوه. برو آبرومون نبر. برو. چرا اولش اینجوری کرد؟ یو تو یو. چه امواجی شکلی گرفت. اوه کمره ترکید. کنم اونم ترکید. مرسی که تا اینجا ویدیو تماشا کردید. لایک یادتون نره، کامنت بذارید و اگر اولین بار ویدیو من میبینی یعنی منو برای اولین بار رؤیت میکنی حتما اون کانال رو سابسکرایب کن. بزن اون لامصب دکمه رو و اینکه اون زنگولم فعالش کن. فعال کن بذار بره که هر موقع ویدیو گذاشتم اولین نفری باشی میای ویدیومو میبینی. تا ویدیو بعدی میبینید منو. پیس.